ملائکه ها چی گفت؟ ای جمعیت ملائک، آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. از همین ساعت آفرینش آدم چی شد؟ سر شد. در روی زمین تا آفرینش آدم با قول بعض مفسران جنها زندگی میکردند. شاید که سوال به میان بیاید که این ملائک علم غیب از کجا میدانست که این طایفه انسان، این خلیفه که الحال خداوند بر ملائکه ها خبر داد که من خلیفه را در روی زمین می آفرم، ملائکه ها در حال گشته گفتند که این خلیفه مقصد از خلیفه این حضرت آدم بود. شاید سوال برمیان بیاد که ملائکه ها از کجا می دانستند که آدم در روی زمین را فساد میکند و خونریزی میکند، حالان که علم غیب در نزد خدا هست. مفسران میگویند زیرا که پیش از آدم در روی زمین جنها زندگی میکردند و جنها روی زمین فساد کردند و خونریزی در روی زمین کردند. یا شاید میگه تحلیل دیگری مفسران این است که در لوح المحفوظ جنها خوانده بودند که این سیر، این حالت خداوند در آن لوح المحفوظ کتابت کردگی بود. یا شاید میگن مفسران این که بغیر ملائک اونا میدانستند که همه مخلوقات خداوند در نزد خداوند عاصی و گناهکار میشوند، از این خاطر این سخن گفته بودند و هر دینها را یک جفت ساخت و هر دینها یک جایه شدند و فرزندهای اینها در روی دنیا پیدا شدن گرفت. و خداوند پیدایش آدم هم بسیار خوبه در سوره مؤمنون برای ما و شما حکایت میکند، خبر میدهد که انسان چگونه در شکم مادر آب تاب مییابد. گوش میاندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. خداوند میگوید انسان ما از خاک آفرینش کردیم، پیدا کردیم، یعنی سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. البته همه این به یک معنای هست که انسان ما از نطفه آفرینش دادیم. ثم خلقنا نطفة علقة ثم خلقنا علقة مضغة ثم خلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا خداوند چی میگوید؟ میگوید خلق کردیم انسان اولا از یک نطفه آب سفیدی که در رحم مادر پرتافته شد و بعد 40 روز این نطفه، این آب سفید به یک خونپاره مبدل شد و بعد از آن این خونپاره به گوشتپاره مبدل شد. بعد از آن این گوشتپاره به استخوان مبدل شد. ثم کسونا العظام لحما. بعد از آن ما اطراف این استخوان پر از گوشت ساختیم. ثم انشأناه خلقا آخر. بعد از آن ما ایراد جان در وجود این آدمی که در شکم مادر است ما جان دمیدیم. فتبارک الله احسن الخالقین. چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خلق می سازد. مفسران میگوید فتبارک الله احسن الخالقین. این آیت وقتی که حضرت رسول اکرم میگه به مردم خبر میداد ترتیب آفرینشی آدم و فتبارک الله احسن الخالقین ناگفته که میگه رسول اکرم خنده کردند. صحابه گفتند باعث خنده چی هست؟ گفت الحال این سخنی که فتبارک الله احسن الخالقین که از زمان عمر صدا داد دوام آیت به همین سخن عمر انجام می‌یابد. حضرت عمر گفتند شکر به سوی خدا که در 4 آیت با خدا چی شدم؟ با خدا در سخن خداوندی پیشگویی کردم که این سخن من با سخن خداوندی راست آمد. وقتی حضرت رسول اکرم که آفرینش آدم گپ میزد، حضرت عمر در آخرش گفت فتبارک الله احسن الخالقین. چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خوب آفرینش داد که از یک نطفه
به خون، از خون به گوشت، از گوشت به استخوان، اینا مبدل ساخت. بعداً جان در وجود این چکار کرد؟ پیدا کرد. و همین پیدایش آدم، خدا رحمت و مغفرت کند سعدی بزرگوار که حضرت بسیار خوب بر ما و شما باز یک در نظم می‌دارد، میگوید ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. حضرت میگوید به یک انگشت الهی نظر کنید، یک انگشتی که چگونه که شما بخواهید ملائما قد می شود، نگاه کنید که در یک انگشت چند استخوان پیوست کرد. ببین تا یک انگشت از چند بند به صنع الهی به هم در فکن. پس آشفتگی باشد و ابلهی که انگشت بر حرفی صنعش نهی. پس انسان به عقل است، میگه سعدی، پس انسان ابله است وقتی که در همین قدرت الهی چکار نمیکند؟ باور نمیکند و تسلیم نمیشود و نمیگوید که انسان از خاک است و نمیگوید که انسان نظر کن که هر یک استخوان پاره‌ای که در وجود او هست همه این از قدرت الهی است. ما و شما پیشینیان میخواندیم، یک درس‌های باطله داشتیم که انسان از میمون است، لیکن الحمدلله که امروز دروازه علم گشاده شد، حقیقت باز جای خود پیدا کرد. ما و شما فهمیدیم که انسان از میمون نبوده، بلکه انسان خدا خود در قرآن خبر میدهد این من پیدا کردم از خاک، که آفرینش حضرت آدم اولش چی بوده است؟ از خاک بوده است. تأمل کن از بحر رفتار مرد، حضرت میگوید تأمل کن از بحر رفتار مرد که چند استخوان پی زد و وصل کرد. تأمل کن از بحر رفتار مرد، وقتی انسان راه میگردد در رفتار انسان میگه نظر کن که چند استخوان پی زد و وصل کرد. ببین هر یک مشک، هر یک استخوان در حالت قدم زدن چگونه اینش پس میرود، اینش پیش میآید، کدامش در جای خودش استوار ایستادگی است، تا که آدم با یک خوب با یک قدم‌های مستحکمی خواه میدود، خواه مینشیند، خواه راه میگردد، همه اینها را خداوند چکار کرد؟ جا بجا کرد که به گردش کعب زانوی و پای نشاید قدم برزدن ز جای. حضرت میگه اگر همین استخوان‌هایی که ملایما قد نمی‌شدند، اگر این استخوان‌هایی که در پای انسان خداوند گذاشتگی است، اگر اینها یعنی یک حرکتی نمی‌داشتند، انسان از جاش قدم زدن نمی‌توانست. از آن سجده بر آدمی سخت نیست که در صلب او مهره یک لخت نیست. حضرت میگوید این سجده که شما بر خداوند میکنید که میان خود خم میکنید در رکوع، از آن سجده بر آدمی سخت نیست. برای تو سجده کردن هیچ مشکلاتی ندارد. برای چی؟ که در صلب تو مهره یک لخت نیست، زیرا که اون ستون مهره‌ای که خدا برای تو آفرینش کرده است او یک لخت نیست، او یک ستونی راست نیست. 200 مهره بر یکدیگر ساخته است که گل مهره چون تو پرداخته است. حضرت میگوید 200 مهره بر یکدیگر ساخته است. این مهره های ستون مهره را نظر کن که هر کدام این با یکدیگر چگونه یک پیوستی خوبی میشوند و چون گل مهره چون تو پرداخته است، مثل یک گل یک منظره خوبی دارد و هر کدام اون چی میشود؟ خم راست میشود تا انسان خدای خود را سجده کند، تا انسان چکار کند؟ از پی کار و معیشت زندگیش به آسانی از عهده اینها برآید. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. حضرت سعدی میگوید یک بر نظر اندام نظر کن، تو به منزله یک زمینی هستی، به منزله یک زمینی هستی که 360 جوی، 360 رگ پیوند در وجود تو حرکت میکنند. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. آفرین، هزارها حمد به جانب او ذاتی که اگر انسان آفرینیش نظر بکنی، هر یک اعضای او به خدا قسم ما و شما را در حیرت می‌آورد. چگونه یک آفرینش زیبای در وجود انسان خداوند پیدا کرده است. از این خاطر خداوند
بر ما و شما خبر میدهد ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا. به تحقیق من فرزند آدم نسبت همه مخلوقاتی که در روی دنیا دارم از همه اونها دیده مکرمتر ساختم، عزیزش ساختم. ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی خداوند مخلوقای زیادی دارد. ما و شما گاه وقت دعا میکنیم 18,000 مخلوق میگیم، در اصل 18,000 مخلوق خدایی البته موجود هست و از بین این 18,000 مخلوق فرزند انسان خدا میگد ولقد کرمنا بنی آدم. فقط و فقط فرزند آدم من در بین همه اینها چیکار کردم؟ مکرم ساختم. از همه این مخلوقات دیده قدر ما و شما در نزد خداوند از همه بالا هست. ما شیء اکرم علی الله یوم القیامة من ابن آدم. رسول اکرم میگوید در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر مخلوق هیچ کدامش در نزد خدا قدری ندارد. قیل یا رسول الله ولا الملائکه، میگه رسول الله را سوال کردند آیا ملائکه هم دیده از خدا از این فرزند آدم دیده پستر است؟ رسول الله گفتند ولا الملائکه، ملائکه هم در نزد آدم هیچ قدر و قیمتی ندارد. در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر هیچ چیز در نزد خدا، حتی ملائکه ها هم در سینه دوم بعد انسان قرار میگیرند. ان المؤمن اکرم علی الله من ملک مقرب. رسول اکرم میگوید حتی بنده مؤمن فرزند انسان در نزد خداوند از ملائکه مقرب دیده در نزد خداوند نزدیکتر است، با قدرتر است، با فضلتر است. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. شاعر میگوید ای انسان نظر به سوی خود بکن، نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو ز چشم خود نهانی، تو کمال خود چی دانی؟ چو دور از صدف برون آ که تو بس گران بهایی. حضرت میگوید نه دور قدر دارد، نه صدف مثل تو قدر دارد. تو بسیار یک گران بهایی، تو بسیار یک قیمتی بلندی داری، تو بسیار یک فضیلت خیلی بلندی داری، اگر تو به شرطی که با قدر خودت به این منزلت خودت برسی. در تفسیر قرطبی یک حکایه میارد که در دوره‌های خلیفه منصور عیسی موسوی گفتگی شخص زندگی میکرد است. این همون خلیفه منصوری هست که ابو حنیفه از دست این کشته شد. در زمانهای همین منصور همین خلیفه بیرحم اگرچند که مسلمان بود لیکن ابو حنیفه را مجبور کرد و بر او زهر دادند و حضرت به خوردن همون زهر از این ابو حنیفه که خیلی امام مشهوری هست، حضرت بین برای چی؟ برای آنه که حضرت پیشنهاد کردند منصور که تو قاضی میشوی. حضرت ابو حنیفه قاضیگی را قبول نکردند. قاضیگی را قبول نکردند، زندانش کردند. 4 سال میگه در زندان بود. 4 سال عذابها کشیدند. هر روز میگه در پشت مبارک چند دره میزدند تا که تو چکار کنی؟ تا که تو همین قاضیگی را قبول کنی. لیکن حضرت قبول نکردند. در آخر از دست همین منصور مجبوران چکار کردند؟ یک قدح زهر داده شد و از دنیا گذشت. در دوره همین منصور عیسی موسوی گفتگی میگه در تفسیر قرطبی میگذرد که یک مرد میگه به سوی زن خود گفت اگر تو
از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من طلاق. وقتی این سخن میگد گفت، این زن میگد چند روزی از این مرد جدا شدند، زیرا که این شرطی که این شوهر او گذاشت که تو از ماه دیده اگر زیبا نباشی تو در نزد من طلاق هستی. در حال نزد عالما میگه مراجعت کرد که شوهر من چنین شرطی مانده است که اگر تو از ماه دیده زیبا نباشی تو بر من حرام هستی. چیکار کنم؟ آیا یگان فتوایی دارد که ما باز حیات خودمانه از سر نو بنیاد کنیم؟ نزد میگد منصور همه علما جمع شدند و در تحلیل همین مسئله میگد همگی در فکر رفتند و یکی از اینها میگد، یکی از این علما میگه از جای خود خیست و گفت خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق الله العظیم. ما انسان در بهترین صورت خلق کردیم. از ماه دیده، از آفتاب دیده فرزند انسان زیباتر است. از این خاطر این شوهری که الحال این شرط بر تو مانده است، این شرط بیکار است. تو از ماه هم دیده زیباتر هستی، از آفتاب هم دیده زیباتر هستی. رفته بی نکاح با شوهری خود چکار کن؟ زندگی کن. یعنی البته این آیات هم دلالت بر این میکند که انسان البته زیبا هست، انسان با قدر هست، با فضل هست، لکن باز ناگفته نماند که در دوام همین آیت خداوند بر ما و شما چی میگوید؟ ثم رددناه اسفل السافلین صدق الله العظیم. همین فرزند انسانی که از همه مخلوقات دیده زیباتر است، با قدرتر است، مکرمتر است، همین در پسترین دوزخ با جاش میکنم. همین فرزند انسانی که اینقدر منزلت دارد، اینقدر قدر دارد، در پسترین سطح دوزخ باز همین فرزند آدم چکار میکند؟ جایگیر میشود. به سبب چی؟ به سبب آن است که خداوند بر ما و شما میگوید ان عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ میگوید به درستی این که ما یک امانت داشتیم که این امانت بر آسمان پیشنهاد کردیم، بر زمین پیشنهاد کردیم، لکن زمین آسمان به این بزرگی رد کردن، قبول نکردن، این امانت قبول نکردن. وقتی که به فرزند آدم این امانت ما پیشنهاد کردیم، در حال فرزند آدم این امانت قبول کرد. این امانت چی است؟ این امانت خداوند میگوید این احسنت جوزیت و این اسعت عقبت. اگر شما به عبادت خدا بپردازین شما مکافاتی نیک میگیرین، اگر از عبادت خدا سرکشی کنین شما چه هستین؟ شما در نزد خدا مکافاتی بد میگیرین. این همان امانتی هست که اگر ما و شما همین عبادتهایی که الحال ما و شما انجام میدیم همون امانت است که خداوند به حضرت آدم پیشنهادش کرد. حضرت آدم اینو قبول ساخت. اگر ما و شما امروز همین امانت خیانت کنیم، بر همین امانت اگر ما و شما اینا پسی سر بگذاریم، همون آیتی که خداوند میگوید فرزند آدم در پسترین دوزخ جا میکنم، البته شایسته همون پسترین دوزخ همون بنده ای که از عبادت خدا رو میگرداند سزاوار میگردد. بهاییم بروی اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدمها سوار. بزرگی انسان بین. بهاییم بسر اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدمها سوار. حیوان میگن نظر کن سعدی که چگونه میگد خدا آفرینش کرده است که سری او دائم بیچاره به سوی پایان خار است، لیکن انسان بین میگد که در بالای قدمهای خود سوار است. نگون کرده ایشان از بحر خور، تو آری بعیزت خوریش پیشی سر. بین
حیوان بین میگد برای خوردن سری خود بر زمین پایان میکند، نزد مثال طعام میرود، لکن چی است؟ تو آری بعیزت خوریش پیشی سر، تو باشی طعام پیشی سر میاری و نزدی لبها و دهان خودت میاری، نه مثل حیوان سر پس کرده و تو از پی طعام شوی. نزیبد تو را با چنین سروری که سر جز به طاعت فرود آوری. خدا اینقدر زیبندگی و اینقدر فضیلتی که بر تو داده است، و زمین این اگر تو از عبادت خدا که رو بگردانی، از تو دیده دیگر بی‌زیبترین، از تو دیده بی انصافترین دیگر مخلوق سعدی میگد موجود نیست دیگر. ولیکن بدین صورتی دلپذیر، فریبا مباش سیرتی خوب گیر. حضرت میگوید این بر تو کرده است، تو بر این فریبا مشو، تو بر این چکار نکن، تو بر این فریفته نشو، بلکه سیرتی خوب گیر، بلکه تو راهی حق بشناس، تو برای حق چکار کن؟ قدم بزن. راهی راست بایدد نه بالای راه، که کافر هم از روی صورت شماست. البته راه راست برای خودت انتخاب کن، راه عبادت برای خودت انتخاب کن، راه خداشناسی را برای خودت انتخاب کن. در این صورت چه است؟ تو بنده همون بنده که الحال از آیات ها مکرم بدن او را شنیدی، تو از اون طایفه هستی. و الا اگر تو به قدر خود نرسی، به این منزلت خود که نرسی، کافر هم از روی صورت شماست. انسانی کافر هم مثل ما و شما هست، اونم مثل ما و شما جسد دارد. زندگی مخصوص بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. البته زندگی که خدا بر ما و شما داده است، این فضیلت و این عنوان انسانی که خدا بر ما و شما داده است، اینا همش از برای عبادت هستند. همه این برای عبادت همان ذات یگانه هست. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. حضرت سعدی میگوید آیا تو همون آدمی نیستی؟ و تو چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ تو فریفته شیطان شدی، تو پیرو شیطان شدی. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. اون مکانی را که حضرت آدم، اون مکانی را که رسول اکرم طی کرد و برآمد شب معراج، که جبرائیل از او پس ماند، حضرت به اونجا رفته نتانست. جای ده حضرت جای ده انسان رفتگی است، جای ده آدمیت رفتگی هست که فرشته میگه چکار نکرد؟ رفته نتانست. طیران مرغ دیدی تو زیبای بند شهوت بدر آی، تا ببینید طیران آدمی. حضرت سعدی میگوید تو پرواز مرغ دیدی، پرواز پرنده را در آسمان دیدی و همان دلی تو را برد. آیا اگر تو هم از پایبند شهوت بدر آی، یعنی تو هم که اگر از راههای شیطانی را برای خودت محدود اگر بسازی، تو هم مثل همان پرنده در آسمان پرواز کرده میتونی. امروز ما و شما انسانیت، یعنی با یک شکل، با یک چهره‌های زیبا، با یک لباسهای زیبا باید که البته تصور نکنیم، بلکه زیبا و مکرم و معظم در نزد خدا همان کسی هست که او عبادت دارد، در وجود او چه است؟ ترس خدا موجود است و از خدا میترسد. اون انسان چه است؟ اون انسان در نزد خدا این منزلت‌هایی که الحال از آیات‌ها بر شما خواندم، از حدیث‌ها خواندم، البته همین اون کس موفق است. و الا به این قد زیبامان و به این ثروت و دولتمان و به این مرکب‌هایی که ما و شما سوار میشیم، البته به این ما و شما هیچ ننازیم، زیرا یعنی انسان به اینها در نزد خداوند شناخته هم نمی‌شود، در این هیچ قدر و منزلت هم پیدا کرده نمی‌تواند.
علی خوش به حال همه ما و شما که همان انسانی که الحال من برای شما معین کردم و برای شما خبر دادم البته همین است. این یک مختصرا درباره فضیلت و درباره آن وظیفه هایی که انسان بر دوش خود دارد. البته وظیفه همه ما و شما معلوم است. وظیفه ما و شما الحال همین نماز جمعه که شما آمدین یا نمازهای با جماعتی که شما انجام میدین یا اینکه روزهای ماه رمضانی که شما میدارین، همه این وظیفه هر کدام ما و شما هست. همین اگر ما و شما انجام دادیم انشاءالله در نزد خدا ما و شما همان معظم و همان مکرمی که خدا خبر داده است ما و شما صاحب میشیم. الحال اینجا یک چند سوال هاست و چند سوال های دیگر هم در خانه بود، فراموش کردیم بیاریم جواب اونها را بر شما برسانیم. انشاءالله جواب اینها را الحال برای شما میرسانیم. و یک خواهرم از ما التماس کردن الحال که درباره حقوقهای شوهر و حقوقهای زن بر ما کمی حکایت میکردین یا یک موضوع خاصه برای ما آماده میکردین. انشاءالله البته ما وعده کردیم که ما که به گوش مردم، به گوش این مردها این موضوع را البته رساندگی بدیم. لیکن الحمدلله که امروز در اطراف ما و شما که مادرها جمع میشوند، هیچ کدام شما در هیچ معرکه اگر شما را سوالم که کنند آیا زنها در مسجد رفته نماز جمعه میخوانند، هیچ کدام شما دو دیلگی و هیچ کدام شما یگان در دلتان یگان غم و اندوه پیدا نکنین، بلکه هزارها بار شکر کنین. شکر کنین که امروز در مسجدهایی که در اطراف ما و شما هست، 6 یا 7 مسجد جامعی که در کلاب ما و شما فعالیت دارد که در داخل اونها زنها نماز میخوانند، امروز به خدا قسم این شرف است. هزارها بار شکر. علی خصوص من شکرانه میکنم که امروز زنهای ما و شما آمده صدای امر معروف و نهی از منکر میشنوند، در این موعظه های ما و شما اشتراک میکنند. البته آبادی خانه‌ام، آبادی جمعیتم همش از چی است؟ از زنها عبارت هستند. زن بسیار یک اهمیت کلان در جامعه ما و شما اجرا میکنند. از این خاطر خوش به حال این الحال مادر خواهرهایی که آمدن در نماز جمعه اشتراک میکنند، برابر همین مردهایی که در گردنشان فرض است نماز جمعه خواندن مثل همین ثواب میگیرند. لکن فقط و فقط از همه خواهرها التماس دارم که همان سطرهای اسلامی که برای نماز جمعه آماده میکنند میآیند در کوچه هم همین ترک نسازند. برای در بعض سوالها از من آمده است بعضی خواهرها با سطر میان نماز جماعت میخوانند، نماز جماعت جمعه را میخوانند، لکن در کوچه وقتی که اگر میبرایند سطر اسلامی را ترک میکنند. وقتی سطر اسلامی که در کوچه که ترک شد، این نماز و این عبادت های خیری که این خواهر میکند همش حبطه و باطله میشوند. این نماز، این سطر فقط برای نماز نیست. وقتی که انسان از خانه بیرون شد، یعنی در داخل خانه میتونی که تو یعنی بی سطر نزد خسرت است، خوشتاملت است، نزد ایورت است، نزد شوهرت است، نزد فرزندت است، میتونی ترک سطر کنی. لکن در کوچه و در مسجد برای زنها رخصت نیست که ترک سطر کنند. یعنی همان روی مالی که گردنهای اونها را، پیشای بری اونها را بسته میکند و آن پاچه هایی که البته از بجلک پایانتر است میپوشاند، این هم در نماز و هم در کوچه برای زنها استفاده کردنش فرض است. مبادایی که اگر در کوچه بغیر سطر اینها اگر حرکت کنند، تمام عبادت هاشون باطله میسازند و بیکاره میسازند. ولی انشاءالله در باب این یعنی قدر زنها در اسلام چی منزلت دارند و چگونه اسلام قدر اینها را بلند کرد، خدا خواسته باشد البته در یگان صحبت‌های آماده میکنیم. لکن یک برادر بسیار از ما التماس کردن که در نماز جمعه آینده همین جنگ احد که در این شکست مسلمان ها بود، همین بر سمع ما میرساندی، بسیار تاکید بسیار کردند. البته این جنگ خیلی جنگ مشکلی بود. در این جنگ بعد جنگ بدر هست که در جنگ بدر مسلمان ها خیلی یک ظفر کلان یافتند و بسیار یک غنیمت گرفتند.
که عدد اونها به 313 نفر میرسید که 70 اشتر داشتند میگد و 2 اسب داشتند و همگی 8 شمشیر داشتند. در عوض 3000 قریشی هایی که از دین محمدی بیگانه بودند به آنها جنگیدند و خداوند به یاردم ملائکه ها اینها را ظفر داد. بعد این جنگ بدر، این جنگ احد چی شد؟ جنگ احد سر زد که البته ما وعده دادیم انشاءالله جمعه آینده در همین جنگ احد برای شما حکایه میکنیم که در اینجا 70 تا از صحابه های پیغمبر خدا هم شهید شدند به سرداری حضرت امیر حمزه عمک پیغمبری خدا. انشاءالله این حکایت جمعه آینده خدا خواسته باشد و سمع شما البته میرسانیم. الحال یک چند سوال هاست، همین سوال ها را جواب بگیم. السلام علیکم نامنای محترم، یک پسرم در تحصیل علم می باشد، در حقش دعا کنید. خدای مهربان جمیع آن فرزندهایی که از جانب ما و شما بیرون از خاندان هستند و در سفرهای تحصیل علم هستند یا برای زندگی بیرون از خاندان شدند، خدای صحت و سلامت برده و صحت و سلامت برگشته به خاندان آمدن خدای موفق شما سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم دامنای عزیز، همین سوال را پره بر من فهمونید که فوتبال کردن اوبال است یا نه. یعنی فوتبال در اسلام هیچ اوبالی ندارد. فوتبال بازی کردن یگان گناه ندارد. در یگان احادیث های پیغمبر خدا، در یگان سخن مجتهدین ما و شما، در همین 4 سخن، یعنی 4 امامی که از ما و شما، در هیچ کدام همین منع فوتبال نآمده. یعنی بین رسول اکرم ما و شما را ترغیب به سوی چی میکند؟ ترغیب به سوی شناوری، ترغیب به سوی کمانزنی، ترغیب به سوی اسب سواری. یعنی رسول الله میگوید که اینها در شما چیکار کنین؟ اینها را شما بیاموزین. همه اینها عبارت از چی است؟ وقتی انسان اسب میدواند یا انسان، حتی بین رسول اکرم گوشتین میگرفتند و با حضرت عایشه مثل که امروز یعنی 100 متر و 200 متر میدوند، همین مسابقه ها را با عایشه صدیقه حتی کردند. یعنی تمام نوع همین ورزش همش حلال است، هیچ کدامش گناهی ندارد. همه این برای آب و تاب است. از آنه که مثال بچه ما و شما در قد راه می نشیند غیبت میکند، از آنه که مثال فرزند ما و شما به یک کاری مثال عرق نوشی است، کینا تماشاکنی است یا یک کاری بیهوده دیگر مشغول می شود، اگر فوتبال بازی کند چی جایی گناهش؟ هیچ جای گناهی ندارد. فقط مانع نماز نشود. اگر کدام نوع بازی که اگر در ما و شما مانع نماز شد و البته حرام است، کدام نوعش، خواه گوشتین باشد، خواه اسدوانی باشد، خواه شناوری باشد، اگرچه کردنشان سنت است لیکن مانع نماز که شد حرام می شود. برای همین وقتی نماز است، وقتی ورزش است، مرحمت هیچی عبالی ندارد. اونه که میگویند سر امام حسن امام حسین است دیگر است، اینا هیچ اساسی ندارند. امام حسین وقتی که قتل کردن سر او را هیچ کس به پای خود زدگی نیست. حتی میزدم این دلیل نمیشد که فوتبال حرام است. او کافر است، زدن میگیرد سر او را، پای او را، جسد او را. اینا معنای او را ندارد که فوتبال ناجایز می شود. و توپ به کله امام حسین چکار دارد؟ السلام علیکم دامنای عزیز، بعد سلام و شما یک سوال دارم. همین سوال را پره بر من فهمونید که من خفتن را خواندم، در جای درودا قل هو الله را خواندم، همین نماز من قبول شد یا نه؟ البته قبول می شود. اگر انسانی که در جای درودها قل هو الله را هم که خواند، اون نماز قبول می شود. نماز قبول می شود. در نماز او هیچ سهو و خطا هم پیدا نمی شود. لکن این معنای او را ندارد که مثال ما و شما اگر در جای درودها هم اگر سوره اخلاص هم که بخوانیم نماز ما درست شدن میگیرد، یعنی در جای او همین را خواندن بگیریم. البته در جای اخلاص، در جای درودها اخلاص خواندن سهونش انسان گناهکار نمیکنه. لکن این ما و شما قصدا نکنید، زیرا که یعنی تغییرات در همین موضوع ها می شود، اینجا ترک سنت می شود.
ما و شما گناهکار میشیم اگر دیده و دانسته و قصدن بکنیم. السلام علیکم آقای حاجی. اولا سلام بر شما. بعد از سلام من میخواهم که یک سوال را بر شما بگویم و شما به این سوال ما پرره پاسخ گردانید. سوال ما این میباشد: بعضی آدمان میگویند که تی کش را تراشیدن اوبال است، بعضی ها میگویند که اوبال نیست. من میخواهم که با این سوال ما پرره پاسخ گردانید. از شما خواهش میکنم که درباره این سوال کمی معلومات نشنیدیم. یعنی زیر کش تراشیدن یا چیدن هر دوش سنت است. یعنی چیدنش هم آمدگی است در حدیث ها، تراشیدنش هم آمدگی است. لیکن در تراشیدنش نه، بلکه در تراشیدنش نه، در چیندنش بعض فضیلت ها را رسول اکرم خبر دادند. یعنی اگر انسان زیر کش میچیند، یعنی بینایی چشمش، روشنی چشمش زیاد می شود. گفته پیغمبر خدا بر ما و شما خبر دادند. و الا اگر کسی که یعنی زیر کشم تراشیدن در مسئله ها میگذرد، در حدیث ها میگذرد، هیچ ابالی ندارد، گناهکاری ندارد. کسی میخواهد میتراشد، کسی میخواهد چیندن میگیرد، باکی ندارد. السلام علیکم داملای محترم. حاجی داملا میرزا مراد برادری داشتم گذشته شدند و از او یک دختر و 2 پسر باقی ماند. آنها همگی در نزد من تحصیل علم دین میکنند. اولا در حق برادرم، ثانی در حق دختر و پسرانش دعا کنید که صاحب علم عملی شوند. با احترام یکی از مخلصان شما. خدای مهربان اون برادر روح ارواحش شاد، قبرش خدای مهربان پر نور و فرزندهاش پروردگار و علم نافع، علم با عمل نصیب و روزیشان سازد و دائما دعاگو در حق پدر مادر و خلق جمعیتش خدا نصیب و روزیش سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب بده. در مسجد ما در نماز خفتن امام نبود. ما 10-12 نفر بودیم. یگان کس پیش ندر آمد نماز بخوانیم. ما در بین ما یک طالب علم بود. ما با وی گفتیم خیز نماز را بخوان. گفت هر کس خودش طاقه بخواند. پیش در آمدنی کاری آسان نیست. نماز را هر کداممون طاقه خواندیم. یک خیل نماز را میخوانیم. نماز خواندگی ما جایز است یا نه؟ یعنی مقصدش یعنی در نمازی با جماعتی که در مسجد جمع شدن، یک طالب علم هم در بینشان بوده است، لکن وقتی که پیش گذراندن طالب علم به عهده نگرفت است که امامتی کاری آسان نیست، بلکه هر کی یعنی تنها نماز بخواند، البته همون طالب علم در این معرکه گناهکار است. زیرا که نماز با جماعت این با آیات‌های قرآنی و با احادیث‌های صحیح پیغمبر خدا چقدر تأکیدات سختی در نماز با جماعت آمدگی هست. وقتی طالب علم که اگر فتوا میدهد که هر که تنها بگذارد، پس مثال از مردم عامی دیگر ما چی جای طلب کنیم؟ وقتی طالب علم که شدی، یعنی بین در بین جماعت اگر همه نادان باشد، یکی از همون نادانها میتواند که پیش درآید. برای همون اهل جماعت کسی که بهترشون باشد، یعنی نماز همش به سبب همون امام شد درست میشه. این که طالب علم بود افضل بود، باید که نماز جماعت ترک نمیکرد. یعنی مادامی که خود ترک کرده است و دیگرها را البته باز دلالت کرده است، در اینجا چی می شود؟ البته گناهکار می شود. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر میگه کسی فتوا میدهد در مسئله که علم در او ندارد، چه هست؟ در نزد خدا در فتوای دادگیش مسئول است و گناهکار است. در هر جا که اگر 2 نفر که باشه نماز جماعت برپا کنید، حالا که مثال 3 نفر و 4 نفر و تا 12 نفر جمع شد، نماز جماعت شما ترک نکنید. این رسول اکرم میگوید کسی که اگر با خوبترین وجه طهارت میکند، بعد آمده از پس امام نماز با جماعت میخواند، فقط استحق رحمت الباری، اون که در رحمت خداوندی چی شد؟ غرق شد و رحمت خداوندی بالای سر اونها میبارد.
این نماز جماعت اینقدر فضیلت و اینقدر افضلیت های خیلی زیادی دارد. از این خاطر کدامت که نباشین، اگر کمی بهتر از همون قوم باشین، پیش در آمده نماز مردم بخونین، انشاءالله ثواب میگیرین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت های این نماز جمعه که الحال بندگانت انجام میدهند، همه اینها را خدای برخوردار بسازی و مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل دارند خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. و خواهر و مادرهایی که الحال در این نمازهای ما و شما اشتراک دارند، اینها را پروردگار مهربان همه گیر عمر دراز وقتی سفید نصیب و روزیشان بسازی. جمیع آن ثواب، آن مکافات هایی که در نماز جمعه هست، در مسجد هست، خدای بر این مادر و خواهرای ما و شما نصیب روزی بسازد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. حتی سلامت بدنهای ما را نگه بدار. خدای مهربان تا دم آخر شنوایی ما را از ما جدا نساز. خدایا تا دم آخر بینایی ما را از ما نگیر. اللهم انا نعوذ بک من الکفر. پروردگارا از کافر شدن در دین تو ما را و اولاد ما را خدایا نگه بدار. اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر و من فتنة المسیح الدجال. پروردگارا ما را از عذاب قبر، از فتنه هایی که در داخل قبر هست خدایا نجات بده و خدایا از دجال و از پیروی دجال پروردگارا ما را نگه بدار. اللهم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت و در قید حیات خدایا نگهشان بداری. طاعت عبادت هاشون باز هم از این هفته دیده زیباتر بسازی و درگاهت خدایا مقبول بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم. خوش آمدین.